سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. بررسی طرح ساخت یک شهرک رهایشی با ظرفیت 3000 واحد مسکونی در دشت آبادان ولایت کندوز. توزیع زمین‌های رهایشی برای 1163 خانواده برگشت کننده در 5 ولایت کشور. و ادامه حملات روسیه به اوکراین. امروز چهارشنبه 14 ماه اسد سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. در نشست نوبتی کمیته سرمایه‌گذاری بین وزارتی طرح ساخت یک شهرک رهایشی با ظرفیت 3000 واحد مسکونی در دشت آبادان ولایت کندوز برای بررسی مطرح شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء اعلام کرده است که این طرح با توجه به نیاز موجود و ارزش اقتصادی آن با اهمیت تشخیص داده شده و برای ارزیابی همه‌جانبه به کمیته تعیین شده راجع تا با در نظر داشت تمام ابعاد فنی و مالی گزارش خود را در زمان معین به کمیته مذکور ارائه کند. به گفته این معاونیت، در این نشست همچنان طرح ساخت یک مارکت تجارتی و رهایشی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ نیز مورد بررسی قرار گرفت. این طرح نیز برای ارزیابی همه‌جانبه به کمیته تعیین شده راجع شده تا پس از بررسی گزارش خود را در زمان تعیین شده به کمیته سرمایه‌گذاری بین وزارتی ارائه کند. وزارت شهرسازی و مسکن با نشر خبرنامه‌ای میگوید که برای 1163 خانواده برگشت کننده در 5 ولایت کشور به منظور اسکان دائمی نمرات زمین رهایشی توزیع شده است. بر اساس خبرنامه در ولایت ننگرهار 693، پکتیکا 108، نیمروز 112، فاریاب 150 و بامیان 100 خانواده برگشت کننده نمرات رهایشی دریافت کردند. وزارت شهرسازی و مسکن می‌افزاید که تاکنون در سراسر کشور برای 65154 خانواده برگشت کننده نمرات رهایشی توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد. ملا محمد یونس آخوندزاده وزیر آب و انرژی به منظور تمویل و اجرای پروژه‌های آبی توافقنامه را با یک مؤسسه به ارزش نزدیک به 2 میلیون دلار امضا کرد. وزارت آب و انرژی میگوید که مطابق با این توافقنامه این مؤسسه پروژه‌های آبی را در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار طی 2 سال تکمیل خواهد کرد. این پروژه‌ها شامل ساخت 10 چکدم، 3 حوض، 3 سربند، 3 کانال و بازسازی 1 کاریز است. و در خبر آخر CNN به نقل از اداره خدمات اضطراری اوکراین گزارش داده که روسیه صبح امروز شهر کیف و مناطق اطراف آن را هدف حملات قرار داده است. بر اساس این گزارش در این حملات 15 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شده‌اند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.